سلام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ امیدوارم که همیشه سالم باشید. یکی از دوستان به من پیام داده، بریم با هم پیامشو بخونیم. مدتیه که متوجه شدم آینده‌ای با نامزدم ندارم و تمام ترس و ناراحتیم از شکوندن دلشه. احساس گناه میکنم، او به این رابطه امیدواره و میدونم با رفتن من داغون میشه. چجوری میتونم این رابطه رو بدون اینکه دلش رو بشکنم و به روانش آسیب بزنم تمومش کنم؟ با من باشین تا جواب خدمتتون عرض کنم. در پاسخ شما باید عرض کنم که نمیتونین همچین کاری رو انجام بدین. مثل این میمونه که بپرسید چجوری شنا بکنم بدون اینکه خیس بشم. شما نمیتونی یه رابطه ای رو کات کنی بدون اینکه طرف مقابلتو ناراحت نکنی. اگر منتظرید یه روزی برسه که مطمئن بشین که طرف مقابلتون از این اتفاق، از این جدایی ناراحت نمیشه، بهتره که همین الان باهاش ازدواج بکنین، چون اون روز نمیرسه. هر روزی که شما خداحافظی بکنید ایشون ناراحت میشه. اما یادتون باشه اگر به جای امروز ماه دیگه این کار رو بکنید درد بیشتری رو بهش میدین. اگر سال دیگه این کار رو بکنید یا همونطور که خودتون گفتید به خاطر احساس گناه با ایشون بمونین، یه روزی میاد که شما به ایشون میگین که همیشه میدونستم که باید این رابطه رو با تو به هم بزنم، باید تمومش میکردم با تو. اما با تمام حالا این حرف رو زدیم، از طرف دیگه چیزی که من الان فکر میکنم با تمام این حرفا با یه مطلب دیگه هم خدمتون بگم. اون اینه که شما به خاطر اینکه نامزدتون ناراحت میشه این رابطه رو ادامه ندادین. شما بیشتر نگران حس و حال بد خودتون بعد از تموم شدن این رابطه هستین، از اینکه آدم بد شما بشید یا اینکه مثلا قلب یه نفر رو شکستید، یه حسی بهتون میده، شاید دوره احساس گناهی که همین الان هم داریم بهتون میده. به این خاطر فکر میکنم که بیشتر قصدتون محافظت از خودتونه تا اینکه از نامزدتون بخواید نگران نامزدتون باشه. یه لحظه اجازه بدین من اینجا رو رد کنم، یه دفعه شلوغ شد. من فکر میکنم که تیپ شخصیتی شما به این صورته که یه نقش منجی رو برای خودتون در نظر گرفتید. مبادا کسی از شما ناراحت بشه، بتونین به بقیه آدم ها کمک بکنین. فکر میکنم حتی شاید اگه به خودتون رجوع بکنین شاید حتی علت آشناییتون هم مثلا همین اتفاقا بوده. همیشه بحث این که کمک بکنین به دیگران. یه تیپ شخصیتی مهرطلب بهش میگم، باعث میشه که شاید حتی اعتماد به نفسی که داریدم حتی از اونجا بیاد. به نظر من که همین الان نامزدتون رو رها بکنید. اجازه بدین که یه خانم یا یه همسری رو بتونه برای خودش پیدا بکنه که به راستی اونو بخوادش و دوستش داشته باشه. وقت رو برای این جدایی از دست ندین و پیشنهاد میکنم حتما برای گرفتن مشاوره ابتدا برای شناخت خودتون، شناخت خود حقیقیتون و بعد از اون برای حل مشکلاتتون اقدام بکنید. من فکر میکنم این بهترین کاریه که میشه انجام داد. البته همین جوری که شما الان به من پیام دادین به نظرم گام اول رو برداشتین. منم امیدوارم که توضیحاتی که دادم خدمتتون به اندازه کافی براتون کافی بوده باشه. امیدوارم که هرچی خیر و صلاح اتفاق بیفته
ولی در این جدایی شک نکنین که هرچی زودتر اتفاق بیفته بهتره. مراقب خودتون باشین. روزتون بخیر. خدا نگهدار.